name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 8 English book, Unit 6, Lesson 4, Part 2, page 64 up to 66. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشید. خوش آمدین به درس امروز ما شما. کتاب انگلیسی صنف 8 فصل 6 درس 4 بخش 2 صفحات 64 الی 66. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان عزیز، قبل از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، اینکه یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson we have studied 4 sections. ما شما در درس گذشته 4 بخش را آموختیم. Phonics، صداشناسی، grammar summary، خلاصه دستور زبان، speaking، صحبت کردن، and the last section that we have studied in the previous lesson, it was reading. آخرین و چهارمین بخش را که ما شما در درس گذشته خواندیم بخش خواندن بود. So, in today's lesson, خب در درس امروز we will study 3 sections. قرار است که ما شما 3 بخش را چی کنیم؟ بخوانیم. اولین بخش reading یا خواندن، دومین بخش listening یا گوش کردن, and the third and the last section that we will study in today's lesson is vocabulary. سومین و آخرین بخش قرار است ما شما در درس امروز بخوانیم و یاد بگیریم بخش ذخیره لغات است. شاگردان عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما در آخر چک میکنم. قلم، پنسل، کتاب و کتابچه‌تان آماده؟ بیاین که درس خود شروع کنیم. Reading خواندن. Read about 4 people. Complete the chart below. خب شاگردان عزیز، ما شما گفته که در مورد از 4 نفر بخوانین. یک نفر در موردش ما شما در درس گذشته اگر به یاد داشته باشین ما شما خواندیم. فعلا 3 نفر باقی مانده را در موردش ما شما میخوانیم. دقت کنین. Lee is a student in an English language center. He comes from Seoul, South Korea. لی دانشجوی یک مرکز زبان انگلیسی است. او از سئول، کره جنوبی است. He can speak 2 languages, Korean and Chinese. او می تواند با 2 زبان کره و چینی صحبت کند. In addition, he wants to learn English so that he can become a doctor. علاوه بر این، او می خواهد انگلیسی یاد بگیرد تا بتواند دکتر شود. He likes swimming very much, but he has no time nowadays. او آببازی را خیلی دوست دارد، اما این روزها وقت ندارد. بسیار خوب شاگرد عزیز، این بود در مورد شخص دوم که ما شما خواندیم. بریم به طرف متن بعدی خود. Amira is a librarian in Egypt. She was born in Cairo, but her family moved to Alexandria recently. آمیرا یک کتابدار در مصر است. او در قاهره به دنیا آمد، اما خانواده‌اش اخیراً به اسکندریه نقل مکان کردند. She can speak and write English fairly well. او می تواند به خوبی انگلیسی صحبت کند و بنویسد. She wants to improve her spelling because she would like to be a journalist someday. او می‌خواهد املای خود را بهبود بخشد، زیرا دوست دارد روز خبرنگار شود. She also reads a lot. او زیاد مطالعه می‌کند. بسیار خوب، بریم به طرف متن بعدی خود. Sushin is a Chinese nurse. She is from Taipei, Taiwan. سوشین یک پرستار چینی است. او از تایپی تایوان است. Mandarin Chinese as her first language. چینی مادریان زبان مادری اوست. She can read and write English well, but she needs to improve her spoken language. او می تواند به خوبی انگلیسی بخواند و بنویسد، اما باید زبان گفتاری خود را بهبود بخشد. She wants to do her doctorate in nursing. In her free time, she likes to cook.
و میخواهد دکترای خود را در رشته پرستاری بگیرد. در اوقات فراغتش دوست دارد آشپزی کند. بسیار خوب شاگرد عزیز، ما شما متن را در مورد بعض اشخاص خواندیم و یاد گرفتیم. اگر متوجه شده باشین شاگرد عزیز، در آغاز بر ما شما گفت که متن بخوانین، پاراگراف ها را یاد بگیرین و چارت یا جدول که در پایین قرار داره تکمیل کنین. بیاین بریم به طرف جدول. به طرف جدول نگاه کنین شاگرد عزیز. من براتون راهنمایی میکنم، بسیار آسان است، شما میتونین انجام بدین. Who is he or she؟ در مورد این 4 نفر که ما شما خواندیم نامشان نوشته میکنین. کی است؟ پسر است یا دختر است؟ نوشته میکنین. Where is he or she from؟ امی پسر یا امی دختر از کجا است؟ What does he or she want to be؟ امی پسر یا امی دختر میخواد چیکار شود؟ What language does he or she speak؟ امی پسر یا امی دختر که شما در موردش نوشته میکنین یا امی چارت یا جدول تکمیل میکنین با کدام زبان صحبت میکنند؟ امی رقم از 4 نفر شما تکمیل کنین شاگرد عزیز. خب بریم به اکتیویتی بعدی خود. Imagine that you are one of these peoples. شاگرد عزیز تصور کنین که یکی از این 4 نفر شما هستین. Talk about yourself. در مورد خودتان صحبت کنید. مثلا My name is آمره. مثلا میگین نام من آمره است، یا مثلا میگین که نام من احمد است. من از کابل هستم، من از افغانستان هستم، من از هرات هستم. یا مثلا امی رقم شما در مورد خود میگین و از زبان مادریتان کدام زبان است و میخواین چیکار شوین. درست؟ امی رقم انجام میدین. بریم به طرف بخش listening یا گوش کردن. Listen to your classmates talking about his or her friend and complete the information about each person. ببینید شاگرد عزیز در بخش listening یا در بخش گوش کردن بسیار یک اکتیویتی خوب داریم ما شما. این اکتیویتی یا می بخش همراه با دوستتان یا همراه با همسنفیتان کار میشه شاگرد عزیز. درست؟ همسنفیتان در مورد یک دوست خود گپ میزنه و شما هم چی میکنین؟ امی جدول تکمیل میکنین. خب چه رقم؟ family name، نام فامیلیش چیست یا تخلصش؟ first name، اسم اولش چی است؟ studying، چی را مطالعه میکنه، چی را میخوانه؟ country، از کدام کشور است؟ شما حتما 4 تا یا می جدول تکمیل میکنین همراه با دوستتان. خب قبل از اینکه بریم به طرف بخش vocabulary یا ذخیره لغات خود. Dear students, if you have any question, you can ask me. اگر کدام سوال دارین تا اینجا میتونین پرسان کنین. شاگردای عزیز که سوال داره؟ وایس سوال داشتی؟ بفرما وایس. ژورنالیست چی معنا دارد؟ بسیار خوب. ژورنالیست یعنی که خبرنگار. ژورنالیست یعنی که خبرنگار یا روزنامه نگار. بریم به طرف بخش vocabulary خود شاگرد عزیز. vocabulary یا ذخیره لغات. اولین بخش ما و شما nouns، اسمها. business، تجارت. club، کلاب. coach، مربی. custom، رسم و رواج. فیلیپینو، فیلیپینی. journalist، خبرنگار. occasion، فرصت. palm، کف دست. player، بازیکن. shake hand، دست تکان دادن. بریم به طرف بخش verbs یا افعال. bow، تعظیم کردن. differ، تفاوت داشتن یا فرق داشتن. exchange، تبادله کردن. held، شکل گذشته hold است شاگرد عزیز متوجه باشین. held شکل گذشته hold است یعنی نگه داشتن. improve، گسترش دادن. shake، تکان دادن. بریم به طرف بخش adjectives یا صفات. adjectives صفات. dead، مرده. formal، رسمی. informal، غیر رسمی. heavy، سنگین. local، محلی. native،
اصلی یا بومی، personal شخصی یا خصوصی. بریم به طرف بخش adverb یا قیود. normally به طور عادی، occasionally بعض اوقات، heavily یعنی به طور سنگین. بسیار خوب شاگرد عزیز، این بود بخش vocabulary یا ذخیره لغات ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. وقت از درس امروز خدا جمع کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied 3 sections. شاگرد عزیز، ما شما در درس امروز 3 بخش را آموختیم. The first section that we have studied in today's lesson it was reading. اولین بخشی که ما شما در درس امروز خواندیم reading یا خواندن بود. The second section it was listening. دومین بخش گوش کردن بود. And the third and the last section was vocabulary. سومین و آخرین بخش ذخیره لغات بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. وقت از بریم به طرف کارهای خانگی. قلم، کتابچه آماده نوشته کنین homework یا کارخانگی. Memorize the unit 6 vocabulary. Memorize the unit 6 vocabulary. ذخیره لغات فصل ششم شاگرد عزیز ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. تمامش شما به خاطر مسپارین و از یاد میکنین. حتما ازتان پرسان میکنم. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروز ما شما. خدا کنه درس امروز یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خودم بینیم. شما را به الله یکتا و به نیاز مسپارم.